کرگدن فیلمنامه رو نوشتی؟ کرگدن خودت توی جد آبادت. آره یه چیزایی نوشتم ببین. شوخیت گرفته؟ بساط شراب خوری؟ خانم محترم این فیلمنامه شما اصلا مجوز نمیگیره. چرا مجوز نمیگیره؟ فیلم من لوکیشنش توی پایین شهره. من برای اینکه تصویر از پایین شهر نشون بدم باید این کارو بکنم. ببین ژینا جان، شما مثل اینکه یادت رفته نمیتونی خیلی از صحنه‌ها رو توی فیلمت نشون بدی. جنبه بدی دارن. حالا اگه دوست داری بنویس. اون موقعی که بهت مجوز ندادم به حرف من برس. چه انقدر ضد نزنی؟ من که دارم تمام تلاشمو میکنم. به من چه که یه سری چیزا واقعیت و وجود داره. الان من شرابخوری و از تو فیلمنامه‌ام حذف کنم از تو جهان پاک میشه؟ من پشت دارم ببین. سلام، من دیدم مرتضی که فتنه دزدید. چی؟ تو اونو میشناسی؟ آره، اون همیشه این موقع میاد پارک. بعدم اون دزد نیست که بچهش مریض پول لازم داره دیگه. آخه این شد حرف بچه، منظوری نداشت. ببین اگه آدرسشو ندی من زنگ میزنم به پلیسا. آرزو وایسا داره کمکمون میکنه. آدرس چیزی ازش داری بهمون بدی؟ نه، من که آدرسی ازش دارم، ولی اون هر روز سر ساعت 2 میاد پارک. دست درد نکنه، مرسی. اگه دیدیش بهش بگو کیف منو بهم برگردونه. هر چی بخواد بهش میدم. فقط یه سری برگه دارم توش که خیلی برام با ارزشه. کاغذ خودکار داری؟ بدو. بیا رو همین کاغذ رسید بنویس. بده. این شماره منه. بگو بهم زنگ بزنه. من که تلفن ندارم، ولی بهش میگم برات زنگ بزن. باشه مرسی. بیا. کجا داری میری؟ بابا دارم میرم سمت خونه. الان مامان زنگ میزنه، جواب نمیدم، نگران میشه. بیا با گوشه من زنگ بده. قفل این شانس گوشیم خاموشه. چیکار کنیم الان؟ اونجا یه دونه دکه از شارژرم رسه. آره تو من خواستم بشم شارژ بدم. ببخشید پیرز برق دارید من یه 5 دقیقه گوشیمو بزنم. فقطه اوف باور کن خدا با همون لج کرده. آقا ببخشید گوشی دارید ما یه زنگ بزنیم به خونمون گوشی جفتمون آنتنم رفته، روزی 2 ساعت برق و آنتن نداریم. پس بریم خونه، الان نگرانمون میشن. با چی بریم؟ بعد وایسی من گوشیم شارژ بشه بتونم اسنپ بگیرم. پس بریم اینجا منتظرم. ممنون آقا خدا نگهدار. دزده رو هم پیدا نکنم میشینم از نو مینویسم. نکنه شاعری که موقعی نوشتن فیلمنامه اونو حفظ میکنی؟ من به نوشته‌ام خیلی توجه میکنم. ضمن جناب عالی لطفا این گوشی منو بگیر، شاید جواب داد.
نکنه چشماتم از کار افتاده؟ نمیبینی یه سره دارم شمارتو میگیرم؟ آقا لطفا از کوچه سمت راست بریم، کوچه بغلیو بستن. الو الو آقا صدای منو میشنوین؟ آقا گوش بدین، تو اون کیفا اصلا پول نیست، اون کیف به دردتون نمیخوره، اون نوشته ها اصلا به دردتون نمیخوره. الو آقا تو رو خدا، تو رو جون بچت این کیفو با من برگردون، خیلی برام مهمه. چقدر داری باید پول بدی؟ ببین آقا من پول ندارم، ولی هر چقدر بخوای اگه اون کیفو بهم برگردونی برات جور میکنم. نخواستی پولشو از منو بکنی نمیرم. آقا بیا همون پارکی که کیفو ازم دزدیدی. آقا لطفا برگردین همون جایی که ما رو سوار کردیم. چی ازشون زدی که انقدر مهم بود؟ این دفعه کارتون زدم، برای خود من بیچاره تره. آره جون احمد، تو گفتی و ما هم باور کردیم. این کیفی که رو دوش توه معلومه که خیلی خواهان داره. رسیدیم، شما کجایین؟ اما یه وایسا دارم میام. باش الو سلام بفرمایید. ببخشید میخواستم ببینم نتیجه شورای بازبینی چی شد. ببخشید شما به جا نمی‌بردم. منم ژینا صادقی. خانم صادقی شما این حال تو خوبه؟ یادم میاد یه فیلم نامه داده بودید ظاهراً. بله درسته. اگرم اشتباه نکنم اسمش چشم خاموش. درسته. چند لحظه گوشی خدمتتون باشه، اجازه بدید یه نگاهی بکنم. آقای الیاسی هستی؟ بله چند لحظه گوشی. با کمال تأسف باید بگم که شورا فیلمنامه شما رو رد کرده خانم صادقی. دلیلش چی بود؟ نشون دادن علنی شرب خمر، آزادی روابط دختر و پسر. بازم بگم؟ نه لازم نیست. نشون دادن واقعیت توی فیلمنامه ممنوعه. خودم فهمیدم. ممنون. دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت، خون از رخم بشوی که تیر از پرم گذشت. سر برکشیدم از دل این دود شعله ما، تا این شب از برابر چشم ترم گذشت. شوق رهاییم در زندان غم شکست، روی خوش سپید دم از سنگرم گذشت.
هر جا که ذره ذره خاکسترم گذشت. با همراهان بگوی سراغ وطن گرفت، هر جا که ذره ذره خاکسترم گذشت. خورشیدها شکفت زر قطر خون من، هر جا که پاره های دل پرپرم گذشت. در پرده های دیده من باغ گل دمید، نام وطن چو بر ورق دفترم گذشت. خورشیدها شکفت زر قطر خون من، هر جا که پاره های دل پرپرم گذشت. در پرده های دیده من باغ گل دمید، نام وطن چو بر ورق دفترم گذشت.